خانوما، کندر قاتل افتادگی صورته. اگر عزیز من توی ناحیه سگین یا همون خط فکی درگیر افتادگی صورت هستی، این ماسک به شدت برات عالیه. فقط کافیه مقداری کندر رو بذاره خیس بخوره داخل آب یا گلاب باشه بهتره. بعد از 24 ساعت از صافی ردش کن. وقتی که رد کردیم یه قاشق آرد برنج بهش اضافه کن، بذارش روی حرارت، یواش شروع کن به هم زدنش. یه بافت کرمی پیدا میکنه، نرم و لطیف میشه. از حرارت برش دار، بذار خنک بشه. گوش کن اینجاش خیلی مهمه ها، خیلی مهمه که خنک شد بهش یه قاشق ژل آلوورای طبیعی اضافه میکنی. وقتی که اضافه کردی اینو روی پوست تمیزت به مدت 20 دقیقه بذار بمونه. عزیزم بعد از 20 دقیقه با آب ولرم صورتتو شستشو بده. این ماسکو فقط هفته‌ای 3 بار ازش استفاده میکنیم، همین. حالا اگر در کنارش از مکمل‌های پوستی هم استفاده کنیم مثل کلاژن هیدرولیز شده که ریزمولکوله، باعث میشه که تاثیر این ماسک چند برابر هم بشه و زودتر به اون نتیجه دلخواهت برسی.